أحسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا سال 137 پس از میلاد مسیح برابر با 890 سال پس از تأسیس روم. رومی ها صدها سال است که از شمال ترکیه تا جنوب سوریه را تحت استیلای خود دارند و این منطقه را روم شرقی می‌نامند. رومی ها خود را متمدن ترین مردم عصر خیش تصور می‌کنند، اما در حقیقت باید عصر سلطه آنان را از طرفی عصر توسعه معماری، شهرسازی و مدنیت نامید و از طرفی دوران سقوط ارزش‌های انسانی و عصر توحش و بربریت. فیلادلفیا یکی از ایالات روم شرقی است که امروز آن را عمان پایتخت کشور اردن می‌نامند. پیک‌های مخصوص از روم وارد فیلادلفیا شده و خبر بازدید قریب الوقوع امپراتور روم هادریانوس را از ایالات روم شرقی از جمله فیلادلفیا به دیوکلتیانوس فرماندار فیلادلفیا می‌دهند و این خبر برای رومی‌ها بسیار مسرت بخش و خوشحال کننده است. دیوکلتیانوس یا به قول مردم بومی منطقه دقیانوس فرماندار مقتدر و قسی القلبی است که بویی از ترحم نبرده است. پس از عروج عیسی ابن مریم به آسمان، آیین الهی او به تدریج در حال گسترش است و این برای روم قابل تحمل نیست. رومی ها که پیرو خدایان المپ بوده و الهه های گوناگون را می پرستند نمی توانند شاهد سقوط و اضمحلال آیین بت پرستی باشند و رشد و گسترش یگانه پرستی ها ببینند. از این رو به شدت با پیروان آیین جدید مبارزه کرده آنان را آزار و شکنجه می کنند. ولی با این همه سخت گیری ها تا کنون نتوانستند راه گسترش آیین جدید را مسدود کنند. بنگر پلوتون، برای تو این آخرین طلوع است. شاید خورشید فردا را مشاهده نکنیم. امروز رخت سفر خواهی بست. اما سفر به کجا؟ جوار رحمت پروردگارت، یعنی این عاصی را رخصت دیدار عنایت خواهد کرد. ای مهربان، گیرم که بزرگی کردی و این حقیر را بخشیدی و این بیچاره را به جوار رحمت خیش برکشیدی.
من که خود را می شناسم. با این همه شرمندگی چه کنم؟ تو شب را نخفته ای پلوتون؟ به زودی خواهیم خفت. خوابی بس طولانی و از آن پس بیداری ابدی. پلوتونیوس، به راستی اگر پس از مرگ حیاتی و پس از این همه رنج پاداشی نباشد چی؟ یعنی ممکن است وعده هزاران پیامبر راستگو تحقق نیابد؟ نه، نه. پلوتونیوس سانکتوس، برخیز. در را باز کن. برخیز. او را کجا میبرید؟ دادگاه. راه بیا. خدا با ماست پلوتونیوس. رحمت پروردگار در انتظار توست. نترس. خاموش. به خدا متکی باش. نترس پلوتونیوس. کجا باش پلوتونیوس. ایمانت را به دنیا نفروشی. پلوتونیوس سانکتوس. ملیت رومی. اهل همین شهر، فیلادلفیا. اتهام را بخوان. پلوتونیوس سانکتوس، اتهامات وارد این که او به جای سجده و تعظیم در برابر مجسمه های خدایان و تندیس مقدس امپراتور هادریانوس، مجسمه امپراتور را شکسته و پس از دستگیری نه تنها توبه نکرده، بلکه خدایان پر افتخار روم و همچنین جوپیتر قادر والا را انکار کرده و به دین گازران و غلامان، یعنی به دین مسیح در آمده است. درست است؟ بله. مجازات تو مرگ است، اما بدترین مرگ ها، یعنی سوختن در آتش. اما میخواهم به تو فرصتی بدهم. شنیدم بزرگ شما فردی است به نام ادونیا. اگر جای او را نشان دهی، در مجازاتت تخفیف داده خواهد شد. ابله. این دادگاه پلوتونیوس سانکتوس را به جرم شکستن تندیس امپراتور و پرستیدن خدای بیگانه و ایجاد آشوب در بین بندگان امپراتور هادریانوس به مرگ محکوم می‌کند. طبق این حکم تو امروز ظهر در مقابل معبد آپولون در آتش افکنده خواهی شد. ببریدش. آی زندانبان،
بیا او را تحویل بگیر. پولتون چه به روزت آوردن؟ چه شد پولتون؟ امروز همچون پروانگان در آتش خواهم سوخت. آتش؟ آری، آتش. یعنی سخت‌ترین مجازات؟ سخت‌ترین مجازات برای بدترین گناه، یعنی شکستن تندیس امپراتور. چرا آتش؟ چه فرقی می کند عدنان؟ چرا فرق می کند؟ قبلا زناکاران و خطاکاران و جادوگران را در آتش می سوزاندند، اما حالا موحدین را. در نهایت باید رفت. طریقان چه فرق می کند؟ چه آتش، چه صلیب و چه قفس شیرها. به زودی در این خاک مدفون خواهم شد. چه تناسب عجیبی. از خاک زاده شدم، از خاک تغذیه کردم و در خاک مدفون خواهم شد. اما می ترسم. یعنی تو از مردن بی ترسی؟ نه، از مردن نه، از دوباره زنده شدن می ترسم. میدانی من حساب کردم، چندین هزار روز زنده بودم. میدانی چند روز زندگی کردم؟ فقط 1 سال. از روزی که ادونیا را ملاقات کردم زندگی کردم. پیشتر بارها خدا را نافرمانی کردم. پناه بر خدا. با این دستها، این چشمها، پاها و اینک در این لحظات آخر نمیدانم خدا مرا بخشیده است یا نه. نگران نباش بلوتو، تو در این مدت کوتاه جبران کرده ای و اینک نیز با جان خیش جبران میکنی. بگیر من تو را شکست خواهم داد. خیال کردی نمیتوانی، هرگز نمیتوانی. حالا میبینی خواهی دید. من عالم شمشیر را خوب میدانم. بگیر. چه شد گالوس؟ من کشته شدم. بیا تو را ببوسم. صبر کن ببینم. مرا میکشی؟ آرامتر. بریم ارکمیت را ببر. من پیرمرد روزی چند بار باید دست تو بمیرم. آرام باشید، میهمان داریم. من میخواهم بازی کنم. ما همه توانمان را باید برای حمایت از محرومان به کار گیریم. بیشک شما با آن همه حکمت و درایت می توانید نگهبان خوبی برای